اگر امت من زبانش آلوده دشنام شود، وای به حال دشنام کننده. تو بدبخت هستی کسی که زبان تو به دشنام آموخته است، آشنا هست. پیغمبر گفتند کسی اگر از امت من زبانش دشنام دارد، سقطت من عین الله، وای از رحمت خدا افتیدگی است، وای از رحمت خدا ناامید باشد. در آخر گفتند و اذا تراکت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر حرمت برکت الوحی. اگر در جامعه که در شهری که در جمهوری که امر معروف نباشد، پیغمبر گفتند شما دیگر فهم قرآن در نمی روید، شما فهم حدیث ندارین، از سرزمین شما برکت قرآن خدا می بردارد. اگر در جامعه که امر معروف و نهی از منکر وجود نداشته